ده حقیقت شوکه کننده درباره نوشیدن آب در بطری پلاستیکی. تا حالا شده یه بطری آب معدنی رو از توی ماشین برداری، همون بطری که تو آفتاب مونده و یهو احساس کنی یه طعم پلاستیک گونه میده. خب شاید مشکل فقط طعمش نباشه، شاید چیز خیلی مهمتر وارد بدنت شده. سلام بچه ها، امروز تو این ویدیو میگم که خوردن آب تو بطری پلاستیکی چه ضررهایی برای بدن پیش میاره. تقریباً هممون این صحنه رو هر روز میبینیم. یک بطری آب خنک توی ماشین، سر کار یا توی باشگاه. به نظر سالم ترین و ساده ترین کار دنیاست آب خوردن. اما کمتر کسی فکر میکنه اون بطری کوچیک چه تأثیری میتونه روی بدنش بذاره. اتفاقاً خیلی چیزا میشه. تحقیقات جدید نیویورک در سال 2024 نشون داده هر لیتر آب بطری حدود 370,000 ذره میکرو و نانو پلاستیک داره. یعنی اگه روزی یه بطری آب بخوری تو یک سال 10 میلیون ذره پلاستیک وارد بدنت میکنی. این ذره ها اونقدر ریز هستن که از فیلتر کلیه و حتی دیواره رگ‌ها هم رد میشن. تازه توی خون، مغز و حتی قلب انسان هم پیدا شدن. یه تحقیق در ایتالیا روی بیماران قلبی نشون داده کسانی که تو شریانشون پلاستیک پیدا شده 4 برابر بیشتر در خطر سکته و یا حمله قلبی بودن. فکر کن تو فقط خواستی آب بخوری اما همزمان داری پلاستیک هم می نوشی. تحقیقات نشون داده این ذره‌های ریز باعث التهاب مزمن در بدن میشن و در دراز مدت باعث خستگی، ضعف و دردهای پراکنده، جوش‌های پوستی و حتی پیری زودرس سلولی میشه. بدتر از اون، پلاستیک ها حامل ترکیباتی هستن که مثل هورمون‌های تقلبی عمل میکنن. میتونن نظم طبیعی هورمون‌ها رو به هم بزنن. روی تیروئید و تستوسترون و استروژن اثر بذارن و حتی باعث چاقی شکمی، ناباروری و افسردگی بشن. راه حل پیشنهادی اینه که از قمقمه استیل استفاده کنی و بدنتو از میلیون‌ها ذره پلاستیک نجات بدی. بطری آب یعنی پلاستیک در خونت و اگه سلامتت برات مهمه از امروز فقط آب واقعی بنوش، نه از آب بطری پلاستیکی. تحقیقات نشون داده وقتی بطری پلاستیکی گرم میشه، مثلا توی ماشین جا میمونه، مواد خاصی ازش جدا میشن. این مواد در ظاهر بی ضررن ولی ساختارشون شبیه هورمون‌های بدن ماست. یعنی میتونن خودشونو جای اون هورمون‌ها جا بزنن و سیستم بدن رو به هم بریزن.